من فاطمه دهقانی سلطانی، مخترع هدست پایش و تحلیل عملکرد تغییرات نوروبیولوژیک مغز و سکته مغزی در خواب بر پایه PPG، EIT، IMU و ECD. خواب یکی از مهمترین بازه زمانی در عملکرد مغز هست و تغییرات همودینامیکی، الگوهای نوروبیولوژیکی و گردش خون در اون اتفاق میفته که حدود 1/5 سکته مغزی در هنگام خواب اتفاق میفته. در این زمان فرد در خواب هست و از تغییرات نوروبیولوژیک مغزش هیچ اطلاعی نداره و زمان واکنش و زمان طلایی رو از دست میده. هدست‌های خانگی وجود دارن که تک سنسوره و تک محوره هستند و قابلیت تحلیل عملکرد تغییرات نوروبیولوژیک الکتریکی، همودینامیکی و حرکتی مغز رو ندارن. دستگاه بیمارستانی MRI و CT هم به دلیل حجم بالا، هزینه زیاد و نیاز به متخصص برای پایش دائمی خانگی و در خواب مناسب نیستند. اختراع من بر پایه 2 لایه تشکیل شده و با استفاده از رگ‌هایی که در پشت گردن قرار دارن و به مغز وارد میشن، آنها رو تحلیل میکنه و عملکرد مناسب رو گزارش میده. لایه تأکیدی و پایش دائم. در لایه پایش دائم بر پایه 2 تا ایرپاد چپ و راست و طراحی کانشافیت و پوشش سیلیکونی مدیکال گرید سیلیکون هستش که در داخل گوش و در پشت گوش قرار میگیره. دارای سنسور PPG برای همودینامیک، EIT و EID برای امپدانس، IMU برای تحلیل حرکت، کانتکت چک هم برای تماس الکترودها و IMU برای تحلیل حرکت و فیلتر تطبیقی و حذف آرچیتای حرکتی از سیگنال های زیستی استفاده میشه. لایه پشتی اینها با استفاده از یک شیت فیلدار به پشت سر وصل میشن. نوار پشتی هدست برای تایید و اطمینان به کار میره، شامل آرایه‌های ECD، واحد پردازشگر کم مصرف تینی ML، توان مصرفی باتری لیتیوم AMI، واحد هشدار و توان مصرفی استفاده میشه. ECD تنها در زمان فعالیت مغز و برای تایید استفاده میشه، در مدت کوتاهی و همیشه فعال نیست. برای استفاده فرد دستگاه رو روشن میکنه و ایرپاد رو در گوشش قرار میده و پشت هدست رو در پشت سرش قرار میده و به خواب میره. اطلاعات PPG، EIT، EID، MIU و کانتکت چک جمع‌آوری میشن و به لایه پردازش لبه‌ای میروند. در آنجا پردازش میشن و تغییرات HR، HRV و امپدانس پردازش میشه، استخراج میشه و ریسک اسکور تعیین میشه. زمانی که ریسک اسکور از آستانه عبور بکنه، وارد مرحله بعد میشه. تنها در زمانی که فعالیت ایمنی دستگاه در حالت استیبل قرار داشته باشه، زمانی که تداخلات الکترومغناطیسی وجود نداشته باشه، الکترودها تماسشون پایدار باشه و وضعیت باتری در شرایط پایدار قرار داده باشه، مرحله دوم آغاز میشه. در مرحله دوم ECD فعال میشه که تغییرات بافتی رو، داده‌های بافتی رو از پشت سر استخراج میکنه و همراه با داده‌های مرحله اول به مرکز پردازش تینی ML در پشت سر میفرسته. در اونجا داده‌ها استخراج میشن. اگر شاخص ریسک از یه حدی بالاتر بره، دستگاه شروع به اعلان میکنه در گوش فرد، یه اعلان ریسک میفرسته یا با گوشی تماس میگیره یا در صورت نیاز با رعایت حریم خصوصی اطلاعات رو به مرکز اورژانس ارسال میکنه.